نگینی درخشان در دل کوههای شهرستان عوض. این تالاب با آبی زلال و طبیعتی بکر هر سال میزبان هزاران پرنده مهاجر است. با خانواده اومدیم دریاچه همون تالاب هیرم، دیدن پرندگان مهاجر، فضای قشنگی که داره. واقعا دیدن این مناظر و دیدن این پرندگان لذت بخشه. اینجا نه تنها یک جاذبه گردشگری بی‌نظیر بلکه یک اکوسیستم ارزشمند است. مهمترین گونه‌ای که ما میتونیم در این دریاچه ببینیم و ارزش حفاظتی جهانی داره پلیکان پاخاکستری هستش. سالیانه به طور متوسط حدود 8000 تا 9000 قطعه پرنده مهاجر برای زمستان گذرانی به تالاب هیرم میان. این پرندگان عمدتاً از شمال روسیه، اسکاندیناوی و اروپای شمالی به این منطقه وارد میشن. از اواخر آبان ماه تا اوایل اسفند ماه زمستان گذرانیشون رو در تالاب هیرم انجام میدن. تالاب کوچک هیرم با توجه به زیستگاه‌های متنوعی که برای پرندگان دارد نیازمند حفاظت و مراقبت است. مردم منطقه به خصوص اهالی روستای هیرم مردمان با فرهنگی هستند، در نظافت و پاکیزگی تالاب فعالیت دارند. دوستداران محیط زیست هم هفتگی تلاش میکنن و بازدید از تالاب هیرم دارن و خواهشی که از مسئولین داریم حتما در احیای دریاچه و تالاب هیرم تلاش و کوشش کنند. آبهای کم عمق و عمیق، نیزارها، آب لبشور این تالاب باعث شده است که انواع پرندگان از قبیل فلامینگو، درنا، هواسیل و پلیکان پاخاکستری به این زیستگاه مهاجرت کنند. دریاچه هیرم به عنوان یک زیستگاه ارزشمند برای پرندگان مهاجر و نادر سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. محمد حسن نامآور، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان عوض، تالاب هیرم.